واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته این برنامه اگر یاد شما بوده باشد در مورد باب تیمم، احکام تیمم شروع کرده بودیم و احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خدمت شما تقدیم کرده بودم که بیان کننده این بود که از جمله خصوصیات و ویژگی این امت این است که الله متعال برای یسر و آسانی آنها تیمم را در وقت نبودن آب برای آنها مشروع کرده و تیمم برای رفع بیوزگی و برای رفع جنابت یک امر مشروع و جایز است و همچنان طریقه تیمم کردن را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کردم و در این قسمتی از برنامه هم ادامه همو باب است، باب تیمم. احادیث دیگری که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد روایت شده خدمت شما عرض میکنم. از جمله احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که این است که حدیث است که حضرت صحابی جلیل القدر حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه در مورد مدت تیمم که انسان وقتی که آب را نیابه چقدر مدت میتونه که تیمم کنه. 1 ساعت، 2 ساعت، 1 نماز، 2 نماز، 1 روز، 2 روز، 10 روز، 1 سال، چقدر انسان میتونه که به این کار ادامه بده. در این مورد حدیثی را حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: الصعید وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فلیتق الله وليمسه بشرته. این حدیث را امام بزار روایت میکنه و همچنین ابن قطان روایت کرده، حکم به صحتی از او میکنه و همچنین امام ترمذی و ابو داود و نسائی حدیث دیگری که به این مفهوم به این معناست از صحابی جلیل القدر دیگری حضرت ابو ذر روایت میکنن و این حدیث دلالت کننده به این است که تیمم وقت معینی نداره. انسان میتونه که برای 1 نماز تیمم کنه، اگر یاب نیافت برای 10 نماز، 5 نماز، 1 روز، 2 روز، 3 روز، 1 سال، هر قدری که آب برای از او میسر نشد، هر قدر مدتی که بوده باشه میتونه که از تیمم استفاده کنه. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن: الصعید وضوء المسلم. الصعید خاک پاک یا زمین وضوء مسلم است، یعنی مثل وضوء برای انسانی مسلمان. همچنان که انسانی مسلمان خود را توسط وضوء پاک میکنه، همچنین میتواند که در وقت نبودن آب خود را توسط خاک پاک کنه. و این لم یجد الماء 10 سنین، اگرچه مدت 10 سال هم آب را پیدا نکنه. و یعنی به مدت 10 سال اگر هم انسان آب را پیدا نکرد میتواند که از آسانی تیمم، از احکام تیمم استفاده کنه و نماز خود را توسط تیمم بخونه. و علما میگن که در اینجا این 10 سنین از باب مبالغه گفته شده، چون انسان آب از جمله ضروریاتی است که در حیات انسان هر لحظه و هر دقیقه و هر ساعت برای از او انسان احتیاج پیدا میکنه و نمیتواند که انسان بدون آب زندگی کنه. لذا از باب مبالغه گفته شده که اگر 10 سال هم انسان اگر آب پیدا نکرد میتونه که تیمم کنه. یعنی به این معنا که هر قدری که تو هر مدتی که تو آب پیدا کرده میتونه که در اون مدت از تیمم استفاده کنی و نماز خود را بعد از انجام دادن تیمم بخوانی. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقتی که آب را پیدا کرد باید از خدا بترسه و آب را به بشره و بر جسم خود اصابت نماید. به این معنی که وقتی که اگر به وضو بوده باشه مجرد که آب پیدا میکنه باید وضو کنه و همچنین وقتی که در حالت جنابت بوده باشه
تیمم کرده نماز خود را خوانده، لیکن مجردی که آب پیدا میکنه باید جنابت خود را دور کنه و غسل انجام بده. و از این لفظ حدیث فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، عده از علما دلیل گرفتن بر اینکه تیمم رفع کننده جنابت نیست، به این معنا که تیمم یک امر اضطراری است، یک امر مجبوری است. انسان وقتی که مجبور میشه تیمم میکنه، نماز خود را میخونه، نماز را برش حلال میکنه خواندن نماز را. اما اینکه بخی جنابت را از جسم انسان دور نمیکنه. جنابت از جسم انسان وقتی دور میشه که انسان غسل کنه. لذا پیغمبر صلی الله علیه و میفرماید که مجرد که شما آب پیدا میکنین باید آب رو بر باره خود بریزین و غسل را انجام بدین تا که پاک شوین. اما عده از علما بر این قول هستند که نه، همچنانی که آب انسان را پاک میکنه، جنابت را از انسان دور میکنه، همین قسم تیمم هم انسان را پاک میکنه، جنابت را از انسان دور میکنه. لیکن قول محققین علما امیست که تیمم جنابت را از انسان موقتا دور میکنه، نه کلا. فقط برای یک نماز وقتی که تو تیمم میکنی دمو وقت تو از جنابت پاک میشی. وقتی نماز خلاص میشه تو مثل ازی که دوباره جنوب شده باشه، باید برای نماز دیگر باید تیمم کنی. و همچنین وقتی که تو آب پیدا میکنی باید جنابت را از خود توسط آب پاک کنی، چون تیمم موقتا برای تو را پاک میکنه اما به شکل دائمی تو را پاک نمیکنه. لذا وقتی که آب پیدا کردی برای تو واجب و فرض است که خود را به توسط آب پاک کنی. و همچنین حدیث دلالت به این میکند که وقتی که انسان تیمم کرده باشه و هنوز نماز را انجام نداده باشه باید انسان وضو کنه، اگر جنوب باشه غسل کنه و بعد از وضو کردن نماز خود را دوباره بخونه. و اما وقتی که تیمم کرده باشه و نماز را خوانده باشه، بعد از خواندن نماز آب پیدا کرد، دیگه بالا شرط نیست که دوباره نماز خود را اعاده بکنه. و همچنین گفتم که امام ترمذی و امام ابو داود و امام احمد حدیث دیگری از حضرت ابو ذر غفاری صحابی جلیل القدر روایت میکنن که ایشان فرمودن هلک ابو ذر، ایشان نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمدن و فرمودن که ابو ذر هلاک شد. در ابتدای حدیث میگن که ما پیغمبر خدا مرا فرستاده بود به خاطر نگهداری شترهای بیرونی از مدینه. شترهای بود بیرون مدینه، پیغمبر صلی الله علیه و آله ایشان فرستاده بود که آن شترها از آن شترها نگهداری کنند. ایشان میفرمایند که ما در اسنایی که در اونجا بودم، در بیابان بودم، از شترها نگهبانی میکردم، ما جنوب شدم، یک بار دو بار جنوب شدم اما آبی پیدا نکردم که توسط از خود را پاک کنم. لذا مجبور شدم که پیش پیغمبر خدا بیایم و با پیغمبر خدا عرض کنم که ای رسول اکرم هلک ابو ذر، ابو ذر هلاک شد، ابو ذر برباد شد. پیغمبر خدا فرمودند ما حالک، یا ابو ذر حال تو چی است؟ یعنی تو چی بر تو پیش شده که تو میگی هلک ابو ذر؟ ایشان فرمودند کنت اتعرض للجنابه وليس قربي ماء، ما هنگامی که در بیابان بودم شترها نگاه میکردم جنوب میشدم، حالت ما حالت جنابت پیش می آمد و در نزدیک من آبی نبود که توسط از خود را پاک کنم. پیغمبر صلی الله علیه و فرمودند الصعید طهور المسلم وان لم یجد لمن لم یجد الماء ولو 10 سنین. الصعید طهور لمن لم یجد الماء ولو 10 سنین. خاک پاک کننده است برای انسان مسلمان اگرچه او با مدت 10 سال هم آب را پیدا نکنه. یعنی تو اگر 10 سال هم در بیابان زندگی کنی آبی نداشته باشه که توسط از او غسل بکنی، فقط هم قدر آب نزدیک باشه که تو را بنوشی، تو میتونی که از رخصت تیمم استفاده کنی و هر وقتی که جنوب بشی به وضوش تیمم کنی و نماز خود را بخوانی. و این حدیث هم مثل حدیث سابق دلالت به این میکند که جنوب یا وقتی که انسان جنوب میشه میتونه که از رخصت تیمم استفاده کنه، تیمم کنه، نماز خود را بخونه. و همچنین دلالت به این میکنه که خاک زمین یا روی زمین یک چیز پاک کننده است، انسان را از جنابت و بی‌وضوگی پاک میکنه. و همچنین دلالت به این میکنه که تیمم وقت معینی نداره، تو معین به این نیست که یک بار تیمم کنی یا 2 بار یا 3 بار. هر وقتی که هر مدتی که تو آب را پیدا نکنی میتونه که تیمم کنی و نماز خود را بخوانی. پس خلاصه این 2 حدیث این است که تیمم وقت معینی نداره و هر وقت که وقت نماز فرا رسید تو آب را پیدا کرده نتونستی میتونی که تیمم کنی
اگرچه به وضو باشه یا جنوب باشه میتونه تیمم کنی و نماز خود را انجام بدی. و از جمله مسائلی که متعلق به باب تیمم میگیره این است که آیا انسان وقتی که تیمم میکنه بعد از تیمم کردن نماز خود را میخونه و بعد از آب را پیدا میکنه آیا نماز خود را اعاده کنه یا نکنه؟ در این مورد حدیثی از ابو سعید خدری صحابی جلیل القدر ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت شده که ایشان فرمودند خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك الصلاة وقال للآخر لك الأجر مرتين. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنند که دو شخصی به سفر رفته بودند و این دو شخص در حالتی که مسافر بودند در حالتی که در دشت و بیابان سفر میکردند. وقتی نماز به اینا فرا رسید، وقتی نماز آمد و فاقد آب بودن، آب نداشتن که به او توسلی از وضو کنن، پس اینا چه کردن؟ فتیمما صعیدا طیبا فصلیا، هر دویشان به خاک پاک تیمم کردن و نماز خود را انجام دادن. بعد از او ثم وجد الماء فی الوقت، قبل از اینکه وقتی نماز خلاص شوه آب را دریافتن، یعنی بعد از اینکه نماز خود را خلاص کردن لیکن قبل از اینکه وقتی نماز تمام شوه آب را دریافتن. بعد از او یکی از اونها وضو کرد، دوباره نماز خود را از سر خواند، دیگری از او وضو کرد لیکن نماز خود را از سر نخواند، به اون نماز اولگی که توسط تیمم خوانده بود اکتفا کرد. وقتی که هنگامی که اینا نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره آمدند و قصه خود را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرضه نمودند، پیغمبر خدا برای شخصی که نماز خود را اعاده نکرده بود فرمود اصبت السنه و اجزأتک الصلاه، تو به سنت رسیدی، یعنی به این معنا که تو به سنت عمل کردی، کاری تو کردی و مطابق شرع و مطابق سنت بود و نمازی که تو توسط تیمم خواندی اما نماز برای تو کفایت کرده بود. و به شخصی که نماز خود را دوباره اعاده کرده بود به ایشان هم فرمودن لک الاجر مرتین، تو به خاطر که اجتهاد کردی و بر روی اجتهاد خود نماز رو دوبار خواندی، خداوند به اساس اجتهاد تو را دوبار ثواب داده. اما اینکه سنت امیست که یک بار که انسان توسط تیمم نماز خواند دوباره که وضو آب پیدا میکنه وضو میکنه، ضرور نیست چیز نیست که باید نماز خود را دوباره اعاده کنه و حکم شرعی امیست که نماز اولگیش برای از او کفایت میکنه. این حدیث را هم ابو داود و امام نسائی رحمت الله علیهما روایت میکنن و این حدیث دوستان عزیز دلالت به این میکند که وقتی که انسان وضو میکنه، وقتی که انسان تیمم میکنه، نماز را انجام میده، بعد از خواندن نماز آب پیدا میکنه باید وضو کنه، اما شرط نیست که نماز خود را دوباره اعاده کنه، نماز خود را دوباره اعاده نمیکنه. اما وقتی که انسان وضو میکنه لیکن قبل از اینکه نماز را انجام بده یا اینکه شروع به نماز میکنه در وقت نماز آب پیدا میشه، در اون صورت باید او وضو کنه، دوباره نماز خود را از سر بخونه. اما در وقتی که وضو میکنه تیمم میکنه نماز خود را میخونه و بعد از وقت نماز هم تیر میشه، مثلا نماز پیشین است وقت نماز عصر داخل میشه بعد از آب پیدا میکنه، در اون صورت بالاتفاق همه علما با این اتفاق دارن که نماز خود را از سر نمیخونه، نمازی که به تیمم خوانده او برای از او کفایت میکنه. و این رأی جمهور علماست، ائمه اربعه به می اتفاق دارن که سه حالت است. حالت اول می که انسان وضو میکنه و قبل از اینکه نماز بخونه آب را میابه، یا اینکه شروع به نماز میکنه قبل از اینکه نماز خود را ختم بکنه آب را در میابه، در اون صورت برای از او لازم است که وضو کنه، نماز خود را از سر بخونه. حالت دوم است که انسان وضو تیمم میکنه، نماز خود را میخونه، قبل از که وقت نماز خارج شده آب را در میابه، در این وقت برای از او شرط نیست که وضو کنه نماز خود را دوباره بخونه، بلکه وضو میکنه لیکن نماز خود را اعاده نمیکنه. اما وقتی که نماز میخونه و بعد از تیمم نماز میخونه و وقتی نماز هم خارج میشه، وقتی نماز دیگری داخل میشه، بعد از آب پیدا میکنه، در اون صورت هم بالاتفاق نماز خود را اعاده نمیکنه بلکه وضو میکنه برای نماز جدید. و بعضی از تابعین روایت شده که در حالت دوم
اختلاف نمودن، گفتن که در حالت دوم هم یعنی به این معنی که وقتی تیمم میکنه نماز خود را انجام میده، بعد از قبل از خروج وقت اگه آب پیدا کرد باید نماز خود را اعاده کنه. لیکن راجح و قوی قول جمهور علماست همین که انسان باید نماز خود را اعاده نکنه. این بود دوستان عزیز بعضی از احکامی که متعلق میگرفت به موضوع تیمم که در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت شما تقدیم کردم. ان شاء الله بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره احادیث دیگری که مربوط به این باب میشه خدمت شما عرض میکنم، با ما باشید. ودع نزوة أو مكانا مريبا وحاذر أخي من الزلة ولا تسترح للهوى برهة وعف فتسامى عن الشهوة ولا تتبع أي خلق مشين فتجني الملام مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله فذاك السبيل إلى الجنة هلم. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انسان در روز قیامت با کسی است که او را در دنیا دوست می‌دارد. و هدی امام الورى قدوتی. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دوستان نهایت عزیز، در قسمت گذشته این برنامه در قسمت اولی این برنامه خدمت شما دوستان عزیز احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را عرض کردم که بیان کننده این بود که تیمم وقت معینی نداره، هر مدتی که انسان آب پیدا نمیکنه میتونه تیمم کنه. و همچنین احادیثی که بیان کننده این بود که وقتی که انسان نماز را با تیمم میخوانه دوباره آب را پیدا میکنه نماز خود را اعاده نمیکنه و اون نمازی که با تیمم خوانده نمازش نماز صحیح است، وضو میکنه برای نماز آینده. و از جمله موضوعاتی که تعلق میگیره به باب تیمم موضوع مسح بر بالای جبیره است، یا اینکه موضوعی که انسان میتونه که در وقتی که خوف مرگ بوده باشه، خوف زیادت مرض بوده باشه تیمم کنه. چون در احادیثی که گذشته ما گفتیم که وقتی انسان تیمم میکنه که انسان فاقد آب بوده باشه، آب را در نیابه. همچنان در این حدیثی که الان خدمت شما تقدیم میکنم بیان کننده این است که انسان وقتی که دو جرح بوده باشه، زخمی بوده باشه، یا انسان به شکل مریض بوده باشه که استعمال آب برای از ضرر برسانه، سبب مرگ از او شوه، سبب زیادتی مرض از او شوه، در او حالت هم تیمم کردن برای از او جایز است و میتونه تیمم کنه و نماز خود را بخونه. یا اینکه مثلا آب هست لیکن آب در جایی است که در بالای از او یک درنده ای است، شیری است، مثلا درنده ای است یا گرگی است که وقتی که انسان بره از اونجا آب بگیره احتمال از که شیر بر بالای او حمله بکنه و او را بخوره و سبب مرگ از او شوه. در این حالت هم تیمم برای انسان مشروع و جایز است، میتونه که انسان تیمم کنه و نماز خود را به تیمم بخونه. حدیثی است که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که ایشان فرمودند اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح
فیجنب فیخاف ان یموت ان اغتسل تیمم. حضرت ابن عباس در تفسیر این آیت، قسمت آیت 6 سوره مائده که الله تعالی میفرماید و این کنتم مرضى او علی سفر، که وقتی شما مریض بوده باشید یا در حال سفر بوده باشید و با شما جنابت پیش شود یا به وضوگی پیش شود، شما میتونید که از سعید طیب، از خاک پاک استفاده کنید، تیمم کنید. در این تفسیر این آیت حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند اذا كانت بالرجل الجراحه في سبيل الله، وقتی که انسان در جهاد زخمی میشه، و القروح یا زخمی میبرداره جسمی از او توسطی چیزی مرضی زخم میبرداره، و در این حالتی که جسمی از او زخم است، فیجنب انسان جنوب بشه، فیخاف ان یموت ان اغتسل، و خوف عزیز که وقتی که غسل کرد انسان بمره، تیمم، در این حالت انسان تیمم میکنه. این حدیث را امام دارقطنی و امام ابن خزیمه و امام حاکم روایت میکنن و همچنین امام حاکم و ابن خزیمه قول به صحت این حدیث دارن که حدیثی صحیح است، لیکن این حدیث موقوف به ابن عباس رضی الله عنهما است و بعضی علما از جمله امام بزار حدیث را وصل به پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن که حدیث موصول به پیامبر صلی الله علیه و سلم است. به هر حال این حدیث دلالت به این میکنه که وقتی که انسان جنوب بوده باشه و خوفی از این بوده باشه که جنوب شوه یا به وضو شوه و خوفی از این بوده باشه که مریضی از او زیاد میشه به استعمال آب، یا در جسم از او زخمی بوده باشه که وقتی که آب را استعمال کنه سبب هلاکت از او، سبب موت از او یا سبب زیادتی زخمی از او میشه، در اون صورت میتونه که انسان از تیمم استفاده کنه، از رخصت تیمم و تیمم کنه و نماز خود را بخونه. و این امر مشروع جایز است که الله متعال میفرماید ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، شما نفسهای خود را به دستهای خود به هلاکت ناندازید، شما خودتان سبب هلاکت خودتان نشوید. وقتی که انسان زخمی بوده باشه، وقتی که انسان مریض بوده باشه، به شکلی که استعمال آب کنه و آب برای از او ضرر برسانه، سبب هلاکت از او شوه، مثل از که خود انسان خودش هلاکت کنه، به دست خود را هلاک بکنه. لذا الله متعال از این کار امر نهی نموده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم برای ما جواز داده که در این صورت شما میتونید که تیمم کنین. و آیه کریمه هم و این کنتم مرضى او علی سفر صراحتا به این دلالت میکنه که تیمم در حالت سفر، نداشتن آب، نیافتن آب، که در حالت انسان در سفر است آب را نمیابه، و همچنین در حالتی که انسان مریض است، به او زخمی است یا مرضی است که اگر آب را استعمال کنه آب برای او ضرر میرسانه، در او صورت میتوند که از رخصت تیمم استفاده کنه و تیمم کنه و نماز خود را بخونه. و لذا جمهور علما، اکثر علما قائل به می قول هستند که انسان وقتی که مریض بوده باشه یا خوفی از این بوده باشه که اگر نزد آب بروه درنده نزد آب است او را میخوره، و همچنین دو زخمی بوده باشه که وقتی که استعمال آب بکنه زخم از او زیاد میشه یا اینکه منجر به هلاکت از او میشه، در تمام این حالات میتواند که تیمم کنه، نظر به می آیه مبارکه و نظر به حدیث ابن عباس و حدیث دیگری که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است. و همچنین دوستان عزیز از احکامی که تعلق میگیره به باب مس، با باب تیمم، مس بر بالای جبیره است. وقتی که انسان بر یکی از اعضای از او زخمی بوده باشه، بر بالای از جبیره بسته کنه، مثلا بر دستش، رویش زخمی بوده باشه، جبیره بسته کنه، میتوند که او را مسح بکنه در وقت وضو کردن و شرط نیست که آب بر بالای از او اصابت بکنه. در این مورد حدیثی روایت شده از امام علی رضی الله عنه، علی بن ابی طالب رضی الله عنه، که ایشان فرمودند انکسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلی الله علیه و سلم فأمرني ان امسح على الجبائر. این حدیث را امام ابن ماجه رحمت الله علیه از امام علی رضی الله عنه روایت میکنند که امام علی رضی الله عنه فرمودند که یکی از استخوان‌های دست من میده شده بود. زندیه تثنیه زند است. زند استخوانی را گفته میشه که در مفصل بین کف دست و بازوی انسان است. مفصلی که بین کف دست و بازوی انسان است استخوانی داره، این استخوان را به نام زند یاد میشه. و حضرت علی رضی الله عنه فرمودند که این استخوان من میده شده بود
و ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد پرسیدم، ایشان فامرنی امسح علی الجبائر، یعنی ایشان به ما امر کردن که بر بالای امی جبیره که بستم بر بالای جبیره مسح کنم و شرط نیست که آب را ما به او برسانم. و حدیث دیگری هم از حضرت جابر رضی الله عنه، جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند که شخص مجموعی از صحابه کرام در سفر بودند و سنگ آمد بر سر یکی از اینها اصابت کرد و سر از او میده شد و بعد از او سر خود را بست و بعد از او شب محتلم شد. این شخص جنابت به او اصابت کرد. صبح خیست از اصحاب خود پرسان کرد که اگر ما غسل کنم شاید به ما ضرری برساند چون سر ما زخم است، میده شدگی است، آیا برای ما رخصت شما دیده میتونین؟ تجدون لی رخصتا، آیا میتونه که برای ما یک امر جوازی از کسی پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث شنیده باشه که در این مورد جوازی موجود باشه؟ ایشان فرمودن که لا نجد لك رخصتا، ما برای تو رخصتی نمیبینیم، از پیامبر صلی الله علیه و آله در این مورد چیزی نشنیدیم. فقط اما قدر میفهمیم که وقتی که انسان جنوب میشه باید غسل بکنه. همین بود که او شخص غسل کرد و در نتیجه زخمی از او آب برداشت و منجر به موتی از او شد و او شخص وفات کرد. وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدن و قصه را به خدمت پیامبر خدا عرض کردند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند انما کان یکفیه ان یتیمم و یعصب علی جرحه خرقه ثم یمسح علیها و یغسل سایر جسده. یعنی که حتی گفت که قتلوه قتلهم الله، ایشان بدون علم با آن فتوا دادن و منجر به کشته شدن او شخص شدن. فقط برای از او امر کفایت میکرد که تیمم بکنه و بر سر خود و بر زخم خود پارچه را ببنده و بر بالای از او مسح بکنه و باقی جسم خود را بشویه. یعنی فقط امر قدر کفایت میکرد که بر سر خود پارچه را ببنده و بر بالای او پارچه مسح کنه، اما باقی جسم خود را بشویه و این کار را میکرد برای از او کافی و شافی بود و منجر به موت از او نمیشد. این حدیث را هم امام ابو داود و امام دارقطنی و ابن ماجه رحمت الله علیهم روایت میکنند و این حدیث هم مثل حدیث امام علی رضی الله عنه دلالت به این میکند که انسان وقتی که زخمی میبرداره در جسمش میتوند که بر بالای زخم پارچه را ببنده و بر بالای پارچه مسح بکنه و ضرور نیست که او را بشویه تا که منجر به این نشود که سبب مرگ از او شود یا سبب زیادتی مرض و جرح و زخم از او شود. و همچنان دلالت به این میکند که مسح کردن یک امری جایز است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را برای امت خود جواز داده و در صورتی که امکان نیازی بوده باشد که فقط همونجا را مسح کنه دیگه جای خود را بشویه این کار را میکنه. اگر امکان نیازی نبوده باشه و زخم یا جرح مرض به شکلی بوده باشه که انداختن آب بر بالای از او ضرر میرسانه، منجر به موت از او میشه، منجر به زیادتی مرض از او میشه، در اون صورت فقط به تیمم اکتفا میکنه و تیمم کرده نماز خود را میخونه تا که زخمش جور شود. این بود دوستان عزیز احکامی که تعلق میگرفت به باب تیمم که در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کردم و در اینجا این برنامه ما به پایان میرسه. تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.